مهاجران که قدم های کلان کلان بردارین تیزتر برویم همین سوال ما در داخل با ما بتیم چون که اینا هم کرن هم گونگن هم لالن هم شلن به خاطری که اینا گوشاشون نمیشنوه صدای مردم. بعد یک خواهش دیگه دارم ای مادرها که وقتی که میبراین در همین شبکه ها گپ میزنن که ما در عذاب ما در چه ما عذاب خواهرها و برادرها را ما هممون میدونیم. برای الماز هم آسان نیست، برای محمد اقبال هم آسان نیست، برای محیدین کبیر هم در هجرت آسان نیست، اما که حکومت امام علی رحمانوف نمی ارزه به یک اشک چشم مادرای در غربت بده. اشک چشم مادران ما قدر دارد، یگان سخن پوچ او حکومت رژه خونخوار قدر ندارد در ما. مادران فقط در جای نمازاتون گریه کنین، با خدا مناجات کنین که خدا فیروزی را بیاره، ای روشن فکرها را به سر قدرت بیاره که تا که ما کار انجام بدیم. بله. وقتی قیمت دیگه برادرها را نمیگیرم. اگر یگان سوالی به ما داشته باشین ما منتظریم. یگان سوال کنم ندارم. تشکر زیاد. در اینجا چند برادرها زیادن، میخوام که فکر نظر اونها را هم بگیرم. ما گفتیم برنامه 3 ساعت دوام میکنه، پس اون خداحافظی میکنیم. برادران گرامی قدر من خواهش میکنم که همون لایکاتون رو بگذاره که سبب زیاد شدن بیننده ها بگرده. این همه قدر. تشکر زیاد مادر خدا حافظ نگاهبان شما، پیشروی فیروزی نصیب تون بگردونه. الهی آمین. آمین. خب من که بیا. خب آیت الله گلایف، سلام علیکم. گلایف این جورم نخواهی برای میکران نخشو کنیم. چی گفتی؟ آیت الله گلایف طالب است. آیت الله گلایف بفرمو. با نگوی که ولت بیست ولت سراتی من نشد. تو سراتی من نشد. عبدالله علی گلایف آوازم رفته چه؟ بفرما. ده دقیقه مرا نبر من گپ زنم. بیا. میتونیم که جوان مرد شده. نه تحقیر نمیکنم. یکم گفتی که قسم به خدا گفتی اینها از خدا نمیترسن، از رحمانوف میترسن، خودشون نشون نمیدن. خانیست که دی گوش گپ نزه تا آخر گوش که بس میترسی. انا گوش که او برادر گفتی، برادر برو من نشان داد، تو قسم بهوده خوردی. یک من الحمدلله گوش که قسم خوردی. بس جب نداقی تا آخر به من گپ زنم. تا آخر به من گفتم 2 دقیقه به من تر گوش میدم. من روزدارم. تو تا آخر گوش میدی. گفتی قسم به خدا اینها از رحمان میدرزن، از خدا نمیدرزن، خودشون نشون نمیدن. بس منم یک حوال ترمیتیم. نه تا آخر من گپ زدم 2 دقیقه. تو حاضی یا 2 دقیقه گوش کن. تو بلابالی تو گفتی که من 2 دقیقه گوش کن. من همجا بازدانم قسم خوردم. تو همجا برو لبن 3000 آدم بگو که زنم 3 طلاق کی. من در دل نگفتم که توسکی زنی رحمانوف آزاده را بخوام چیون داره از این دو سری زن دستای رحمانوف میکشم. تا همین گپ بگو. من اگر گپ زدم من پسلت نیادم. چه میگوی همجا بگو. بیا. اسماعیل هم گپ میزنم. تو تا آخر 2 دقیقه مرا گوش که تو مردی از گفتی من گوش میدم. یکمش سوالی من جواب بده کی تو حاضی گفتی من گوش میکنم. تو بلابالی حاضی تو وعده دادی که من 2 دقیقه را گوش میکنم. من قسم خوردم در پیش که زنام 3 طلاق کی. نه آخه تو گوش تو مرا گوش میکنی. قسم خوردم. تو گوش که حاضی تو وعده دادی که 2 دقیقه گوش میدم. ای بلابال تو قسم کی کارانه همین که پناه گفتای. من لازم شبه اگر میخرم قسم تو 2 دقیقه گوش که تو بلابالی. من لازم بود من خوردم. تو بلابالی سوال جواب ته بلابالی. تو بلابالی جواب ندادن. تو 2 دقیقه مرا گفتی وقتت میتونی. تو بلابالی. سلام علیکم. یک دقیقه من خواهش میکنم. یک دقیقه. وقتی که من گلایف تو گفتی من قسم خوردم. تو بیار من دکتر که من خاطر یگان امنیتی همکاری دارم. یکمش دیگه‌مش که پاسپورت قرقیزی داشته باشم برات نشون ته. شما داره که همه دنیای منه در تاجیکستان
برو نشون بده مردم. من همجا گفتم که 3000 آدم فقط شما در 5 وقت نمازتون نسبت من فقط دعای بد کنی ادپیست چکنی بره به خدا، نکی این چیزا نداره شما نمیتونی. وقتی که تو من قسم دادی من قسم خوردم که ندارم من این چیزا را نکردم همین خیلی کار. وقتی که تو من شنیدم به هر دمی گوشام والله قسم من شنیدم در زلو شنیدم همین گپا را که تو همین گپا گفتگی حاجی من ترا قسم بدیم بعضن قسم که تو بگو که من همین گپا نگفتم. من روز باید 3 ساعت برنامه کنم 6 ساعت برنامه میکنم فقط تا وقت میتیم در دکا باشه همین استودیو میبرم تا اینجا گپ زنم چه زد میخوره بگو با این هم گپای ترا میبرم در شبکه‌های اجتماعی فهم میکنم. بیا یا بار دیگه قسم بخو گپ بزنید دالچی تو بلبالی توز ماده دکه وقت دادی نموندیم گپ زدن. تو مردک از ما چه خیلی را بوارگم که من 3 ساعت دیگه وقت میدی تو حاجی والله نه قسم نخور تو گفت تو قسم نخور تو حاجی گفتم که حاجی بیس والله بالله تعالی قسم ای که تا همینجا قسم بخ که من همون گپا در زلون نگفتم. من همینجا چند تا بخوای تو گپ میزنی من وابشه گپ نمیزنم. بیا بفرمو گلای آخه تا دقیقه بیت من سوال پیش جواب تیم من چیزی که لازم باشه میگم تا دقیقه میدونی تو بلبالی یا نه تو گفتی دقیقه در وقت میدیم تو وجود دل مدی من قسم دادی من قسم نه آخه تا دقیقه نمی ساعت نگاه که دقیقه زیاد گپ نمیزنم ساعت نگاه که دقیقه زیاد گپ نمیزنم. بیا خیلی دقیقه باید دقیقه سوال میتیم جواب میدی. بیا سوال لازم شد جواب میتیم گوش کن. یکمش قسم خوردی که اینا از خدا نمیترسن از رحمان میترسن برادر نشان داد حانیز شدی. دیمش در من زبط هسته که تو قسم خوردی که ما در رسیایم فهمیدی قسمی به خانوادت خوردگی که من باید سیدین میکردم بعد سیدین کردم در ترکیه هم حوزی گفتی فهمیدی. سیمش من از زبانی خودت گوش که والله قسم ای دیدی که من در گنج بخدا قسم من طرف داریم که من در کازانم تمام تو من در کازان گفتی قسم خوردی در آسیایی حوزی گفتی در ترکیه ای حوزی گفتی که در ترکیه ای تو در خمت تو چی با وقتی مرا میگیری عریضه نوشتادم بخدا قسم آدم شاهی دارم که من اونجا عریضه نوشتگیم در یک جا بودم در سخت دوزندگی بچهای تاجیکو بودن بخدا قسم تو دیدی بلبالی ای بچه تو من گفتم تو دقیقه مینوت نگاه که نه تو مینوت نگاه که تو مینوت نگاه که گفتم تو خیسی در مینوت ما گپ زدی تو بلبالی میگم بلبال فهمیدی دیمش که گوش کن من نه تو گپ من نگو هویونه من جواب میگم بگو دیمش که تو در کازان بدی حاضر گفتی در ترکیه هم قسم خوردی. سیمش که من از زبانی خودت زبط هستم مرد شم همه پرتامت بمانش که گفتگی که من پاسپورت قرقیزی دارم نمیتونم برای رفته برای من ورزشته نرود نه من اگر میگه پتر گفته باشم پرتو بیا حال بس گوش کن من دارم زبط با حاضی گشتی گفتی که من برای همین هیله کردن آیتلو را گفتم حاضی میگو که من گفته باشم فهمیدی گوش که سیمش درباره مادر گپ زدی مادر تو مردم هم میگوی که در حق من دعا کنه تو مرد باشی کو الله در قرآن هر جای نامی خیش از ذکر کرده گو و بالوالدین احسان ها میگه فهمیدی مادرت کو تو در حق دعای بد کرد فهمیدی دعای کرد که فهمیدی او دعا را در حق ابو جهل نکرده بود مادرش فهمیدی در حق تو مادرت کرد فهمیدی تو انسان هستی که بزی هستی گوش کن 2 مینوت گوش کن والله قسم شما این مادری من گارانتی بده که در پات خار نمیزنم من قسم میخورم من همونجا مادرم قطعی مونمو امنیتی و گپ زدن کو بعد یه باری دیگه من گپ زدگیم امین الله اکبر دیگه قطعی مادرم گپ نزدم تا حاضره
مادری من همین رژیم نموندش که از تاجیکستان حج بروه. مادری که من دعای بد کرده طرفداری ای حکومت کرد، روز ساعتش میام من این حکومت کو همون آدمی که مادری من ایرپورت گردونده زن تا شو میتیم. نگاه که بخدا قسم همه دنیا شما دا من هسته، همه تو نومنویس شدگی. من گفتگی بودم که در هر یک اشکی مادرم میام، فهمیده؟ جواب میتی. شما بدبختا مادری من وقتی طرفدار شما ای من رو میگردونده، ای فرزنده که نه مادرش کمش میگردونه، مادری من چه خیلی که میگه راست میگه که من یا سگ باره بگید یا سیگاره بحفیل بدم. واقعا من در عائلمو یک بگم که دشوار تربیه بدم. واقعا من همه بحفیل ترین فرزندای پدر مادرم. لبوج کمی کارم میکردم در خونه، گناه اثر اکم بزدم. اما اکم که امروز در زندانه. اینا برای لبوی آدمی هم قشلاق بپرسه. لبوی آدمی که در ناحیه قبادیان زندگی میکنه، کسانی که ما را میشناسن میدونن که من چه خیلیم. بچهای یکاترینبورگ هم من میدونن خوب، بچهای مسکو، بچهای کازان، همینا میدونن که من چه خیلی انسانم. اینا برای امروز من مادرم که اگر تو برای دل شگفت زنید دیگه بچه من نیستی. مالی شما دیده که مادری من ایمن کس کرد، نه که شما بدبختا دیده که شما اگر مرد میشینه مادری من خانه خدا زیارت رفته سود، شما نموندش که براوه. یا حکومتی که میبروی دموکراتی میگه آزادی سخن هست، آزادی بیان هست، یگان کس اپشی فرزندشو که اپشی پدر مادرش جواب نمیتیه دروغ میگه. رحمانوف تاتره، میفهمی؟ رحمانیزم تاجیکستان، رحمانوف حکومتش نظام فرد بوده شدگیه. بخدا رحمانوف رنگی نوکیا بیلای نه. من این چیزا میگم، این برند گپی منه. چکل محمد اقبال که مادرش فقط دشنام میتیه و برند محمد اقبال که امروز در زبان ادیبه کم دشه گفتیم گوری مریم بی بسوزه در بگیره. که این گپ برنده. وقتی که برند چید تکله لبای انسان میدروه، او آدم همون گپ میگه. وقتی که من میگم رحمانوف نوکیا بیلای نه، ای سپس شما تماشا کنه که لبای انسانی که میدروه گپ میزنه میگه رحمانوف نوکیا بیلای نه. واقعا رحمانوف فونکسیاش تمام شدگیه، فونکسیا دیگه نداره، دیگه نمیتونه دولت اداره کرده. ما جوانا ما فکر نظر ما دیگه خیلی میخوایم دولت بسازیم، نظام دیگه خیلی ما میخوایم بیایم کمک پلی بگیرن کودکو، ما میخوایم مردم زندگی خوب داشته باشه، ما میخوایم که مردم اگر مهاجر هم باشه در مهاجرت عذاب نداشته باشه. باید این پتنی 7000 و 10000 ای بین برده شوه. همین دعوای ما برای این مردم. برادرای عزیز، ما ایمینه شما برآمدیم، با پیش شما برمیگردیم. تمام ما برای شما میخوایم یگان کار بکنیم. بخدا قسم ای والله بالله تعالی قسم ای همین زندگی دارم که حتی بخدا کنم کام بجکم بکشم ببرام اینم واپشه یگان چی نگم میتونم که این کارا بکنم. نه که دل من بدون برای چی میسوزه. برای اون آدمایی که در زندان بگناهن کو، برای اون آدما که من بنام یالا کو دل جگرم میسوزه. او آدمایی که نزاشتو با مثل دلری اونوالی همین سعید سر میکنن تو اسم مقصود ابراهیم، این همین برادرای بچه‌ای که ای گروه 24 بودن گرفتن بردن همش زندانی کردن. یا تاجیکش برادری خودم اینا دیدی من برای اینا میسوزم. فهمی برادرای عزیز، به خدا قسم کو یعنی رحمانوف مردک باشه، اگر رژیمش دموکراتی باشه، این همین زندانیان سیاسیه همین 50 نفر منبر میکنن خوب شما بکنن. گفتی محمد اقبال که منم جمع میکنم میگم توکل به خدا رحمانوف ای تاجیکستان برن شونه من برویم فقط در تاجیکستان زندگی کنن در برن 50 نفر هوی که من گپ نمیزنم با این همین آدمایی که 15,000 آدم من تماشا میکنن. منم خواهش میکنم که دیگه چیزی همین رحمانوف گپ نزنه که رحمانوف مسلمان شده. من همین کار اگر نکردم شما بگید که تو نامردی. من فقط تنها 50 نفر گفته شدم.
من نگفتم که وست زندان تاجیکستان اوی که 50 نفر نمو شما می نویسیم رایت میکنم همه آدم را اوی که کسی از این گپ میزنه من ابرام و مقابلش گپ میزنم که رحمانوف مسلمان شده، رحمانوف نظامش دموکراتی دیکتاتوری نیست. مبروم اینه خلکی ویدیو میکنم. من دیلم کو با اون مردمی که در زندانن آب ندارن خرن. شما به خدا قسم کو روز ساعت شما گرنی جواب میتی. شما فکر نکنه که جواب نمیتی. در زندان شما چه مردم عذاب داده شده. همه دنیا میایه به ما. با که نمیرسه. مردمی که امروز در همه زندانهای تاجیکستان نگهداری میکنه کو چیستا برای شما ایده خیتو گوش کنی بخدا رحمانوف میروه یکم کاری که میشوه کو هم زندانی آزاد میشوند یکم کار میشوه فقط زندانیان سیاسی آزاد میشوند شما ایسا دانسته بگیرین که اینا همش نمیمرن شما نمیتونی همه او کشته یک تاش زنده میمونه پلوبامو میگه که فلان آدمو همین جده ظلم میکردن همون کاری که شما نسبتی همین برادرای زندانی کرده ساده کو همین چیزا انتظار باشه